همه شما کاربران عزیز، در این ویدیو میخوایم روش دانلود کردن برنامه ها رو، مثلا برنامه پیپلای رو از داخل گوگل به شما توضیح بدیم. کافیه توی جستجوگر گوگل بنویسیم پیپلای. توی خط اول، صفحه اول، لینک دانلود برنامه پیپلای از رسانه ساتور برای شما هست. دقت کنید که فیلتر شکن رو حتما خاموش کرده باشید. وارد بخش رسانه ساتور میشید، دانلود برنامه است. روی دانلود برنامه کلیک کنید، برای شما گزینه‌ای میاد که برنامه رو دانلود کنید. حالا اگر شما اولین بار هست که از رسانه ساتور میخوایم فایلی رو دانلود کنیم، مسلما برای شما یک پیام میاد که این فایل ممکن است برای شما مخرب باشد. حتی توضیحات رو این پایین راهنمای اولین نصب از ساتور نوشته. این پیام ممکنه برای شما بیاد. به خاطر چی این پیام میاد، توضیحات هم پایینتر نوشته شده برای شما، چون که شما اولین بار از سایت رسانه ساتور میخوایم فایل رو دانلود کنید. حتی شما میتونید خود برنامه ساتور رو دانلود و نصب کنید و از داخل برنامه ساتور بتونید برنامه ها رو، حالا نه تنها فقط پیپلای، بقیه برنامه رو هم بتونید دانلود کنید. زمانی که دانلود انجام دادین، میرید تو بخش بارگیری های مرورگرتون و از اونجا میتونید نصب کنید. دقت کنید ممکنه برای اولین بار نصب هم یه پیام بیاد که از منبع ناشناس نصب کنید و منبع ناشناس رو فعال کنید و بعد خیلی راحت نصب رو از داخل سایت رسانه ساتور انجام بدین. برای دفعات بعد دیگه بخواید دانلود کنید، دیگه این اخطارها برای شما نمیاد. خیلی راحت فایل برای شما دانلود میشه و میتونید به راحتی نصب کنید. حتی این پایین دکمه رو هم بزنید، نظرات کاربرانی که برنامه رو نصب کردن برای شما میاد. میتونید ببینید چه افرادی نصب کردن و نظر در مورد برنامه دادن. شما میتونید نصب کنید و خودتون هم نظرتون رو بنویسید اینجا. اگر سوال مشکل دارین بپرسین.